بچه‌ها سلام. فرشاد، دوستم رامین. سلام. اومدیم اینجا که سال نو اول بهتون تبریک بگیم، بعدش از بلندترین نقطه شهر هرات درباره آرزومون باهاتون صحبت کنیم. به دو دلیل اومدیم اینجا. یکی این که 68 متر به خدا نزدیکتریم و خدا قشنگتر میشنوه صدامونو، و یکی این که آرزومون رو واضح‌تر ببینید و قشنگتر. این خونه آرزوهای سال 90 مونه. دوست داریم این خونه رو تو سال 90 داشته باشیم. خیلی قشنگه. حسودی نکنید و نخریدش و قربونتون. برامون دعا کنید.